سلام دوستان گرامی، امیدوار هستم که صحتمند و سلامت باشند. هدف درس امروز ما این است که با اندازه‌گیری های دقیق آشنا شده و استفاده از یک وسیله مهم اندازه‌گیری به نام ورنر کالیپر را یاد بگیریم. در ابتدا بدانیم که ورنر کالیپر چیست و بعد یاد بگیریم که چطور از آن به صورت عملی و دقیق اندازه‌گیری را انجام بدیم و هم روش یادگیری را با استفاده از فعالیت‌های آموزشی فعال آسان‌تر بسازیم. وسایل مورد نیاز: یک ورنر کالیپر با دقت 0.02 الی 0.1 میلیمتر، یک سرپوش بوتل، یک خطکش و همچنین یک کتابچه یادداشت. ما درس خود را با یک سوال آغاز میکنیم که آیا بین میلیمترها هنوز هم فاصله وجود دارد که قابل اندازه‌گیری باشد و یا وسیله وجود دارد که این اندازه ها را به صورت دقیق اندازه بگیرد؟ جواب این سوال ها ورنر کالیپر است. ورنر کالیپر وسیله اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری طول، عمق، قطر داخلی و خارجی استفاده می‌شود. ما در اینجا یک تجربه انجام میدیم، طوری که یک بار یک جسم توسط خطکش اندازه‌گیری میکنیم و بار دیگر توسط ورنر کالیپر تا تفاوت اندازه‌گیری و دقت اندازه‌گیری بهتر تشخیص کنیم. در اینجا ما به طور مثال اول قطر سرپوش بوتل را توسط خطکش اندازه میگیریم. در اینجا میبینیم که 4 سانتی متر یا 40 میلیمتر است. ما این را یادداشت میکنیم، 40 میلیمتر توسط خطکش. و بار دیگه همین سرپوش بوتل را توسط ورنر کالیپر قطرش اندازه میگیریم. ورنر کالیپر را چگونه بخوانیم؟ در ابتدا ما صفر خطکش اصلی را با صفر خطکش متحرک یا ورنیه روخ به روخ هم قرار میتیم. بعد از اون ما یک جسم را اندازه گیری میکنیم. مثلا ما اینجا سرپوش بوتل را قطری بیرونی از این را اندازه گیری میکنیم. در اینجا وقتی که را ما اینجا قرار دادیم، پیچ از این را محکم میکنیم. بعد از اون میایم روی خطکش اصلی، از نقطه صفری خطکش اصلی الی صفر خطکش متحرک را ما حساب میکنیم به میلیمتر و این را یادداشت میکنیم. مثلا در اینجا 0 10 20 30 40 اما 41 نشده، ما 40 را یادداشت میکنیم. 40 میلیمتر این حساب اصلی ماست یا اندازه‌گیری اصلی ماست. اما بین 40 و 41 یک چیز نامعلوم است که ما این را توسط خطکش فرعی یا خطکش ورنیه، ما روی خطکش ورنیه یا متحرک میبینیم که کدام یکی از خطوط خطکش متحرک دقیقاً رخ به رخ یکی از خطوط خطکش اصلی قرار گرفته. او رو پیدا میکنیم، شمارهش را یادداشت میکنیم. مثلا ما در اینجا 0 1 شماره 2 دقیقاً رخ به رخ یکی از خطوط خطکش اصلی قرار گرفته. بنابراین شماره 2 10 واحد میشه. ما این 10 واحد از ضرب 0.02 که دقت اندازه‌گیری ورنر کالیپر است میکنیم. ما از روی ورنیه به اندازه 0.2 میلیمتر دقت دریافت کردیم. حالا ما 40 میلیمتری را که قبلا از روی خطکش اصلی گرفته بودیم جمع 0.2 میکنیم، بر از ما میته 40.2 میلیمتر. 40.2 میلیمتر اندازه‌گیری نهایی ماست که توسط ورنر کالیپر انجام دادیم. پس تفاوت در اینجا به اندازه 0.2 میلیمتر بین ورنیه و خطکش به وجود آمده. برای یادگیری بهتر ما شاگردان را نظر به تعداد صنفشان به گروه ها تقسیم میکنیم. برای هر گروه یک خطکش و یک ورنر کالیپر میتیم و ازشان میخواهیم که چند تا وسیله کوچک را یک بار با خطکش و بار دیگر با ورنر کالیپر اندازه بگیرند و تفاوت آنها را بسنجند. بعد توسط نماینده هر گروه آورده برای تخته گزارش شود. ما در اینجا یک جدول نمونه را ایجاد کردیم که در ستون اول اسمی وسایلی را که اندازه گرفتیم درج کردیم. در ستون دوم اندازه‌گیری هایی که توسط خطکش اندازه شده و ستون سوم اندازه‌گیری ها توسط ورنر کالیپر. ستون چهارم دقت اندازه‌گیری یا تفاوت اندازه ها توسط ورنر کالیپر و خطکش درج شده. نتیجه گیری: ما از این درس نتیجه گرفتیم که ورنر کالیپر وسیله اندازه‌گیری دقیق است که توسط آن ما می توانیم اندازه های بسیار دقیق تر
و کوچکتر از میلیمتر اندازه بگیرید.